متغیر هم خودش یه نوع در نوع خودش یه نوع کنترله. شما یادتون باشه توی وقتی که یه کنترل تکست باکس تعریف میکنید یه نامی بهش میدید و یه تکستی بهش میدید. تکست اون مطلبیه، اون محتوای نامه‌ایه که داره. این نیم مثل یه نامه‌بر میمونه. این نامه‌بر یه اسمی از خودش داره. مثلا پشتی ما اسمش فرض مثال حسینه. حسین وقتی یه نامه‌ای رو میاره، این نامه ما به اون پشتی میگیم حسین، اما محتوایی که برای ما آورده محتوای اون نامه است. الان پشتی ما اسمش هست نیم و محتوایی که با خودش داره علیه. یا من اسم متغیرم رو میذارم مثلا میذارم نام فرد. اسمی که پشتی من داره نام فرده، خود عبارت نام فرد، و محتوایی که با خودش آورده علیه. شما متغیراتون رو میتونید هر چیزی اسم گذاری بکنید، فقط متغیر نمیتونه با یه سری کاراکترهای خاص مثل این یا این یا اینها، با اعداد هم نمیتونه اسم متغیر شروع بشه. دیگه هیچ فرق نداره، شما با حروف بزرگ مینویسید، با حروف کوچیک مینویسید. اما زمانی که بخواید ازشون استفاده بکنید نسبت به چیزی که نوشته دقیقاً اینا حساسن. یعنی اگه شما ایش رو با ای بزرگ بنویسید، بعد توی صدا زدنش با ای کوچیک صداش بزنید، نمیتونه پیداش بکنه. پس دقیقاً اسمی که مینویسید با همون اسم شما باید پیداش بکنید. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما اسم متغیرها رو با حروف کوچیک استفاده بکنید. نیم رو میگذارم من نام فرد علی، یا الان اینو من پاک میکنم مینویسم نام فرد مساوی با txt name.text. الان من اگه پیغام بدم به کاربر نام فرد، میبینید که هر اسمی که اینجا بنویسم رو به من نشون میده. کاری که من کردم txt رو ریختم توی متغیر نام فرد. الان دیگه نام فرد هر چیزی که توی اونجا وارد بشه رو تو خودش میگیره، محتواش همون میشه. بعد گفتم اونو نمایش بده. اما شما اینجا شاید بگید که چرا قبلا برای بقیه چیزا دابل کوتیشن میذاشتی اما اینجا برای نام فرد دابل کوتیشن نمیگذاری؟ برای متغیرها لازم نیست ما دابل کوتیشن بگذاریم، چون خودش داخل خودش دابل کوتیشن میگذاره. اگه ما دابل کوتیشن اگه بگذاریم این رو با این رفتار، الان ما دابل کوتیشن گذاشتیم برای نام فرد، برای این می‌بینید فقط نام فرد، خود حرف نام فرد رو برای ما نشون میده. یعنی با این به صورت یه حرف عادی برخورد میکنه. اما زمانی که خارج از دابل کوتیشن استفادهش میکنیم به عنوان متغیر در نظر میگیرتش. مسیج باکس دات شو فقط متغیرهای حروف رو نشون میده. الان وقتی من می‌نویسم سعید، برای من سعید رو نشون میده. حالا نکته جالب اینه که دیگه شما لازم نیست تا هر جای txt استفاده بکنید. شما به نمایندگی از txt فقط کافیه نام فرد رو بگذارید. نام فرد و من یه استرینگ دیگه هم فامیلی به جای txt family.text فامیلی رو استفاده میکنم. خب میبینید این دیگه خیلی راحت تره، لازم نیست شما پشت سر هم عبارات طولانی رو استفاده بکنید. فقط یک بار متغیر ریخته میشه و تموم میشه میره.
نکته جالب دیگه هم که شما از لحاظ سرعت بخواید توش بررسی انجام بدیم اینه که زمانی که شما هر بار txt_name.txt رو صدا میزنید برنامه میره میبینه مقدار txt_name.txt چیه، بعد اون رو قرار میده. اما زمانی که توی یه متغیر میریزید این در سطح وسیع خیلی چیز ناچیزی از حافظه رو میگیره، جای خیلی کمی از حافظه رو میگیره، اونقدر زیاد نیست. اما خب بالاخره برنامه قشنگتر میشه. دیگه لازم نیست شما عبارت طولانی .txt یا فلان رو استفاده بکنید، فقط همون مقدار خودش رو میایید قرار میدید. الان میبینید برنامه از لحاظ کاربردیش تفاوتی نداره. من اسم رو علی میذارم، پیغام به من میده سلام، یا میذارم صادق، فامیلی رو میذارم هدایتی. نکته دیگه ای که الان شاید شما بهش توجه کرده باشید، من توی نیمم روی دکمه تب کلیک میکنم، میبینید که میره توی آدرس، وقت دوباره کلیک میکنم میره توی تلفن، بعد ثبت، بعد نام خانوادگی. این به خاطر اینه که زمانی که اینا رو ما تب ها رو خواستیم، این تکست باکس ها رو خواستیم تعریف بکنیم، زمان ممکنه اینو من زودتر تعریف کرده باشم، اینو زودتر تعریف کرده باشم، به خاطر همین اینجوری تب ها به ترتیب تعریف شدن تنظیم میشه. اگه بخوام به صورت دستی اینها رو مرتب بکنم، میتونم توی نیم بیام، نیم رو تب ایندکسش رو 0 بکنم، نام خانوادگی رو 1 بکنم، بعد تلفن رو 2 بکنم، آدرس رو 3 بکنم و این رو هم 4 بکنم. الان وقتی که من برنامه اجرا میکنم میبینید تب رو میزنم، فلاشر به ترتیب بالا و پایین میره. اما اومدیم توی یه فرم تعداد کنترل‌های شما خیلی زیاد بود، خیلی وقت میگیره که شما بتونید دونه دونه بیاید اینا رو 0 1 اینا تنظیم بکنید. من دوباره اینو به حالت قبلی برمیگردونم، میبینید که بالا و پایین میشن، ترتیب درست نیست. در بخش ویو یه گزینه‌ای داریم به نام تب اوردر. من میتونم به ترتیب کلیک مشخص بکنم که کدوم بشه. مثلا روی این کلیک میکنم، میبینید ایندکسش شد 0، بعد کلیک میکنم ایندکس شد 1 2 3 4 و برنامه رو اجرا میکنم، میبینید که الان ترتیب ایندکس مرتب شد. دیگه شما با استفاده از گزینه تب اوردر دیگه لازم نیست دونه دونه اونا رو تباشون رو مرتب بکنید، فقط کافیه با تب اوردر به راحتی کارهای اینا رو انجام بدید. حالا میخوام از دستور if به صورت کاملتری استفاده کنم. میگم اگر نام فرد مساوی خالی بود یا اینکه فامیلیش خالی بود، پیغام بدم اگر من شرط تعیین کردم، گفتم اگر اسمش یا فامیلش رو وارد نکرده بود پیغام بده که نام یا نام خودت رو وارد کن، علیه، مثلا می‌نویسم علی، پیغام میده لطفا نام خانوادگی خود رو وارد کنید. نام خانوادگی رو میذارم محسنی. میبینید که برنامه به درستی عمل میکنه. در ویدیوهای بعدی با متغیرها بیشتر آشنا میشیم، با متغیرهای سطح پیشرفته، و یاد میگیریم چطور اطلاعات خودمون رو به پایگاه داده MySQL سرور وارد بکنیم.